و گزینه پلی رو میزنم که به صورت اتومات واسه من استخراج کنه. بله میبینید که به صورت اتومات داره واسه من استخراج میکنه بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ ضربه زدنی. خب ببینید که با چند حرکت ساده والت ما توی تلگرام ساخته میشه. ببینید که بله اینجا والتمون توی تلگرام ساخته شد. اینجا رفقا سلام، حالتون چطوره؟ به کانال گرین بیت خیلی خوش اومدم سراغتون با یه آموزش فوق العاده خفن که مطمئنم به دردتون میخوره. این روزا بازار نات کوین خیلی داغه، خیلی ترند شده و همه دارن ازش کوین استخراج میکنن. من اینجا میخوام بهتون دو تا ترفند یاد بدم. یکی واسه اینه که شما به صورت اتومات بدون زدن هیچ ضربه‌ای قرار شما این کوین رو استخراج بکنید با یه برنامه فوق العاده خفن که اون رو واسهتون معرفی میکنم. همینطور اون برنامه رو براتون توی کانال تلگرامم میذارم، برید از اونجا دانلود بکنید. همینطور توی کانال عضو بشید، اونجا مواردی رو براتون میذارم که به دردتون میخوره. بعد اینکه این برنامه رو بهتون آموزش دادم، سریعا میریم سراغ آموزش بعدی. آموزش بعدی راجع به اینه که ما چجوری توی خود تلگرام کیف والت بسازیم و وقتی که این کوین ها رو استخراج میکنیم انتقال داده میشه به اون بخش. وقتی که فروش این کوین آزاد بشه به دو بخش تقسیم میشه فروشش. یکی این که میتونید به آدرس والت توی تلگرامتون بزنید که اونم بهتون الان آموزش میدم، یا اینکه میتونید به صرافی دیگر بزنید. البته مونده خودشون چه نوع فروشی رو براتون بذارن. خب آموزش اول راجع به اینه که ما چجوری میتونیم اتومات بدون هیچ ضربه‌ای این کوین رو استخراج بکنم. برنامه‌ای که واسه من به صورت اتومات استخراج میکنه اینجوری هستش که اول میخوام بهتون نشون بدم که چجوری داره کار میکنه. گزینه‌های برنامه اینجا واسه من اومده و نقطه مرکز استخراج رو من میذارم اینجا و گزینه پلی رو میذارم که به صورت اتومات واسه من استخراج کنه. بله میبینید که به صورت اتومات داره واسه من استخراج میکنه بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ ضربه زدنی، خیلی راحت سریع داره واسه من استخراج میکنه. خب این از این قسمت. برنامه‌ای که دارم باش استخراج اتومات میکنم این اتو کلیکر هستش. دوباره دارم بهتون میگم این برنامه رو براتون داخل کانال تلگرامم میذارم، از اونجا میتونید دانلودش بکنید. خب حالا کار کردن باهاش چجوریه؟ شما وقتی که برنامه رو دانلود کردید روی برنامه کلیک میکنید. وقتی که برنامه رو باز کردید شما تنها گزینه که باید باهاش کار کنید و فعالش کنید این گزینه هستش و اینو در نظر داشته باشید که گزینه‌های دیگر رو اصلا استفاده نکنید چون ممکنه خرابش بکنید. فقط نکات مهم رو بهتون میگم واسه فعال کردنش. این گزینه رو میزنید. وقتی که زدید اون چیزایی که ما میخوایم رو در اختیار ما میذاره. فقط یه تنظیمات ریزی باید واسش انجام بدیم که سریعتر کارمون رو انجام بده. خب اینجا یه قسمت تنظیمات داره، تنظیمات رو روش میزنیم. وقتی که تنظیمات رو زدیم اینجا نوشته عدد 50 درسته؟ البته وقتی شما برنامه رو تازه نصب کنید ممکنه رقم دیگه بهتون پیشنهاد بده، پس حتما روی عدد 50 بذاریدش و پایینتر گزینه سیو رو بزنید و تمام، دیگه به هیچ چیزی دست نزنید. برنامه رو شما باید ببندید و برید داخل ربات نات کوین و اونجا شروع به استخراج کردن بکنید. خب رفقا آموزش بعدی که میخوام بهتون بدم اینه که چجوری ما توی خود تلگرام کیف والت بسازیم. خیلی راحته، خیلی آسونه، چون این کیف والت به دردتون میخوره. به خاطر نات کوین میگم، چون وقتی که نات کوین فروشش باز بشه، قیمت گذاری بشه، این کیف پول بهتون خیلی کمک میکنه که نات کوینتون اونجا سریعا انتقال بدید و برداشت بزنید. خب تنها کاری که باید بکنید روی قسمت پی وی خودتون میرید. شما میاد اینجا تو قسمت مسیجتون ادسان والت می نویسید. وقتی که نوشتید روش کلیک میکنید. وقتی که رو والت زدید همچین صفحه‌ای براتون وا میشه، یه رباتی رو بهتون میده. ربات کیف پول والت مختص به خود تلگرام هستش رو براتون میاره که تیکه آبی هم داره. روی گزینه استارت میزنید که والتتون ساخته بشه به صورت اتومات. وقتی که استارت رو زدید یه همچین گزینه‌ای براتون میاره. بعد شما باید روی گزینه اوپن والت بزنید. وقتی که اوپن والت رو زدید همچین گزینه‌ای براتون میاره که اینجا باید تیک قوانین رو بزنید که قوانین رو قبول میکنید و این گزینه رو بزنید.
خب ببینید که با چند حرکت ساده والت ما توی تلگرام ساخته میشه و اینجا گت استارت رو میزنید که دیگه مراحل تکمیل بشه. اینجا گزینه لیتر رو بزنید، ببینید که بله اینجا والتمون توی تلگرام ساخته شد. اینجا شبکه‌هایی که پشتیبانی میکنه بیت کوین، دلار هستش و اینم بهتون بگم که وقتی که کوین شما ارزش گذاری شد و فروشش آزاد شد، شما میتونید اون ارزتون رو اینجا واریز بکنید. حالا مونده بستگی به خودشون داره دیگه. اگه اجازه بدن اینجا میزنید، به این کیف پول تلگرامتون میزنید، یا که هر صرافی اجازه بدن که چه بهتر. اگه نشد اینجا کار میکنه، نگران نباشید. خب میام رو بخش قسمت پروفایلم، میبینید که اینجا والتم اینجا گزینش اومده. هر موقع دلم بخواد میتونم روش کلیک بکنم و والتم رو چک بکنم به همین راحتی. خب رفقایانم از این آموزش امیدوارم که کلی حال کرده باشید. لایک ویدیو فراموش نشه، این به عنوان یه حمایت از من هستش که بتونم کارامو قوی تر بکنم. بهترینا رو براتون میذارم، آپلود میکنم و همینطور توی کانال تلگرامم عضو بشید. اینجا مواردی رو پست میکنم که به دردتون بخوره. از جمله اون برنامه رو من براتون داخل کانال تلگرام میذارم، از اینجا میتونید دانلودش بکنید به همین راحتی. تا یه ویدیو خفن بعدی، فعلا خدا نگهدار.